میرویم با مسائل بین المللی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ غیر منتظره اعلام کرد که روز 12 اپریل هیئت‌های والا مقام ایالات متحده آمریکا و ایران در یک مذاکرات مستقیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند. ایران تصدیق می‌کند که چنین مذاکرات در کشور عمان برپا خواهد شد، ولی گفتگوها مستقیم نخواهند بود. از کیان شریفی، شورای مرکزی خبری رادیوی آزادی، خواهش کردیم درباره انتظاری‌ها و نتیجه‌های احتمالی این نشست تفصیلات دهد. اینو اعلام کرد که قرار مذاکرات مستقیم با ایران انجام بشه و ایران چند ساعت بعد اومد گفت که این مذاکرات مستقیم نیستن، ولی هر دو اومدن گفتن که مذاکره‌ای در کار نیست، این فقط یک ملاقاته که ببینیم میتونه به یک مذاکره تبدیل بشه یا نه. الان سوال اینجاست که قرار این ملاقات مستقیم باشه یا غیر مستقیم، چون هر دو طرف چیز مختلفی دارن میگن. آمریکا میگه مستقیمه، ترامپ میگه مستقیمه. ایران مخصوصا بعد از اینکه چندین ساله که میگه حاضر نیست با آمریکا بشینه مستقیم مذاکره بکنه، حداقل در ملأ عام میگه این ملاقات مستقیم نخواهد بود. ولی از اونجایی که ترامپ اصرار داره این ملاقات مستقیم باشه، احتمالاً به یک نحوی این مستقیم هست، ولی ایران هیچ وقت نمیاد اینو به حامیان جمهوری اسلامی در ایران بگه، چون رهبر ایران خامنه‌ای به شدت حداقل در ملأ عام مخالفت خودش رو اعلام کرده. از نشریه‌های آمریکایی آگاه شدیم که در مأموریت کاخ سفید حداقل دو نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران جای دارد. یکی این است که برنامه باید نظارت یا خود مانیتور شود. نظر دیگر این است که برنامه باید کاملا محو گردد. از همکارم پرسیدم آیا ایران به این نظرها واکنش کرده است؟ برنامه ترامپ میدونیم اینه که ایران هیچ وقت نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترامپ اینو به طور کامل و خیلی واضح اعلام کرده، ولی خودش هیچ وقت نیومده اعلام بکنه که چه جوری میخواد اینو انجام بده. در عوض افرادی در کابینش اومدن صحبت کردن. بعضیا مثل آقای استیو ویتکاف که مذاکره کننده آمریکا خواهد بود، طرفدار مانیتور کردن برنامه هسته‌ای ایرانه. ولی افراد دیگه در کابینه هستن مثل مایک والتز که کاملا میخوان این برنامه برچیده بشه. حامیان برچیده شدن میگن ایران به فشار قبول خواهد کرد که برنامه‌شو بربچینه، چون هیچ وقت نمیخواد ریسک کنه با جنگ کردن. ولی افرادی که میگن مانیتور شدن بهتره، میگن ایران احتمالاً قبول بکنه مانیتور کردن برنامه هسته‌ایشو، چون قبلا راضی شده به این زیر برجام که 2015 امضا شد و احتمال نداره که زیر فشار حاضر بشه برنامه یا که چندین میلیارد دلار روش سرمایه گذاری کرده رو کلاً بذاره کنار و احتمالاً حاضر باشه وارد جنگ بشه. تشکر از همکارم کیان شریفی، شورای مرکزی خبری رادیو آزادی که درباره مذاکرات آینده آمریکا و ایران تفصیلات داد. ما این مذاکرات را پیگیری میکنیم و در برنامه‌های آینده به این موضوع برمیگردیم. حالا بعد یک اعلان خرد رو می‌بریم به تاجیکستان.